президент توجیکستان امامعلی رحمان که با هدف اشتراک در نخستین نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس در عربستان سعودی قرار دارد، قبل از آغاز این نشست روز 19 ایول سال 2023 با مقصد زیارت کعبة الله و انجام حج عمره از شهر جده به مکه سفر کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت با نشر 24 عکس خبر داد که امامعلی رحمان در شهر مکه مکرمه قبله مسلمانان کعبه را زیارت کرد و لباس خاص مراسم حج احرام را به بر کرده وارد خانه خدا گردید و در داخل کعبة الله 2 رکعت نماز نفل خوانده است. سپس امامعلی رحمان و هیئت امرای او با 7 مرتبه دور زدن در گرد خانه کعبه طواف قبله مسلمانان در روی زمین را به جا آوردند و سپس از طواف خانه کعبه امامعلی رحمان در پشت مقام پیغمبر ابراهیم خلیل الله که در یک پهلوی کعبة الله است 2 رکعت نماز نفل خوانده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت امامعلی رحمان و همراهانش پس از ادای نماز برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان، خانه امید همه تاجیکان جهان و سرچشمه آسودگی مردم شریف تاجیک دعای خیر کرد. سپس می افزاید خدمات مطبوعاتش امامعلی رحمان در نزد چای زمزم با یک جهان آرزو و نیت‌های نیک از آب زمزم نوش جان نموده به پایه کوی صفا برآمد. گفته می شود بعد انجام سعی در پایه کوی مروه موی سر باید تراشیده یا کوتاه کرده شود و مراسم عمره هیئت تاجیکستان با سفر امامعلی رحمان نیز با عملی نمودن این رکن یعنی کوتاه کردن موی انجام یافته است. امامعلی رحمان اینک بار پنجم حج عمره می کند. او قبلا در سالهای 1997 2001 2005 و 2016 در جریان بازدیدهایش از عربستان سعودی مناسک حج عمره را به جا آورده بود. امامعلی رحمان که امسال به سن 71 میرسد، از سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. سازمان‌های بین المللی حکومت او را از سرکوب آزادی‌های مردم از جمله آزادی‌های مذهبی عیبدار می‌کنند. همه سران کشورهای آسیای مرکزی به نخستین نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس دعوت شدند. این نشست در جده دایر می شود. سران آسیای مرکزی امیدوارند که این نشست راه را برای سرمایه گذاری گسترده دولت‌های ثروتمند خلیج به اقتصاد کشورهایشان باز خواهد کرد.